اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب محضر شما و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون. خب ما دیشب در مورد یعنی مقدمه از 3 جلسه قبلتر گفتیم در مورد اهمیت خلقت عقل و تا اینجا اومدیم که ما هممون وقتی به دنیا میایم عقل مطبوع داریم که بخشی از عقل مطبوع رو برخی همین غریزه میدونن، اما کلا یک واقعیتی که ما وقتی به دنیا میایم با هم متفاوتیم. حالا امشب اینو کامل باز میکنه و چی کار باید کرد و اصلا آمدیم که مسیر رو درست بشناسیم. مبنای بهش جهنممون، قبولی طاعاتمون، عباداتمون، همه چی عقله. آدم بی عقل صدی نماز بخونه نه فایده داره و هر لحظه ممکنه اصلا اون عباداتش رو به یک لحظه باطل کنه، چون هیچ ضمانتی هم وجود نداره. امام در شرح جنود عقل و جهل عرض کردیم که این مبنای ما یک روایت است از امام صادق به سماعت ابن مهران. حضرت فرمود هست تو هم باب اول اصول کافی، باب عقل این روایت هست و اونجا حضرت میفرمود که اگر شناختی سپاهیان عقل، جنود یعنی جمع جند، ارتشیا، سپاهیا، سربازان عقل و شناختی و سربازان جهل و شناختی هدایت میشی. و این خیلی مهمه دیگه. آقا ما یا تعارف داریم مثلا بهش جهنمی وجود داره، خودمون سر کار گذاشتیم شوخی داریم میکنیم، یا تعارف داریم که میگیم آقا فرمایش امام معصوم باید گوش کرد ها، یا اگر واقعا اعتقاد داریم باید تنمون بلرزه که امام صادق داره میفهمه اگه میخوای هدایت بشی راهش اینه. بعد ما چقدر اینا رو میشناسیم اوضاعمون خرابه، که انه انگار غریزی داریم دین مداری میکنیم. این نمیشه که. ببین یا اینا جوکه یا واقعیته. جوک نیست. اگه واقعیته بعد چرا انقدر ما شلیم؟ آدم تنش میلرزه. اگر با افزایش قوت و قدرت عقلانیت ما باعث میشه ما جایگاهمون در اون دنیا خیلی بهتر باشه، اصلا باید صبح و شبونو بزنیم مثلا همین کار. و چه فایده داره من 70 سال عبادت بکنم به خاطر نداشتن یه گریدی؟ دیدی بعضی حالا بلا تشبیه اصلا قابل قیاس نیست. بعضی دیدید به خاطر داشتن یه مدرک تحصیلی اصلا گرید درجه اون کارمندیشون رو اصلا کلا عوض میشه، حقوقشون از یک مبنای دیگه حساب میشه. خب چرا این کار نکنیم؟ من که گفتم بلا تشبیه چون من این درس آموزی دانشگاهی رو توش عقلانیتی در نمیاد. حالا بهتون میگم چرا. آقا اون دوربینو بپا. من بس سخنرانیمو بکنم حواسم به تصویر باشه، به صوت باشه، مستمعینو بپام. خدمت شما عرض بشم که امام خمینی در مقدمه شرح جنود عقل و جهل میگه که باید ما اینا رو این مسائل به عموم مردم بشناسونیم، به عامه مردم، فقط برای خواص نیست که علما بخونن خودشون کیف بکنن برای خودشون حال کنن، نه اصلا وظیفه است باید به گوش مردم برسونیم. من عرض کردم دیروز چقدر مثال زدم که ببینید چقدر بی عقلی بین جامعه اصلا خود ما ساری و جاریه و اصلا بهش دقت نمی‌کنیم چون عادی شده، مثل غذایی که سوخته چون از اول تو خونه بودیم حالیمون نبوده. یه نفر از بیرون میاد به ما نگاه میکنه، اصلا یه سری رفتارهای خود ماها داریم، سبک زندگیمون انقدر غلطه، یه نفر بیرون میاد نگاه میکنه اصلا تعجب میکنه، مثلا میگه شما ایرانی چه اینجورید؟ رانندگی ما رو میبینه تعجب میکنه، فضولی کردن ما رو تو کار همدیگه میبینه تعجب میکنه، فکر میکنه اسلام اینجوریه. حالا بیا هی براش صدی آیه قرآن بخونه بعد بگم آقا ولا تجسسوا. تعجب میکنه میگه شما چه اینطوری هستید؟ پس اینا لازم کاربردیه. جنود عقل و جهل تو همه ما هست، بالقوه است، ما باید بالفعلش بکنیم. و جهل وقتی عصیان میکنه، وقتی فعال میشه، بالفعل میشه در واقع دیگه. و باید جلوشو گرفت، افسار انداخت گردنش، رامش کرد. باید بفهمه در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. شیطونم تا موقعی که این قوا میاد دست میزن رو همینا و اوناش که بالقوه شده رو، بالفعل شده رو بیشتر ور میره. اگر ما به مرحله‌ای برسیم که بتونیم این فضایل اخلاقی رو در خودمون
جوری پرورش بدیم که به اون اصلش برسیم، دیگه نمیتونه کاری بکنه. ما از دستش خلاص میشیم. خودش هم میگه الا عبادک منهم المخلصین، میگه اونا که خالص شدن من دیگه نمیتونم کاری بکنم. ببین یه موقع از شما راستگویی، خب یه موقع از شما راستگویی، تو فرق داره با هم. آره اون شما اصلا اون فضیلت و ملکه و ارزش صداقت و صدیق بودن در جان شما نشسته. میگن فلانی آدم راستگویه، راست میگه، آقا دارن تحقیق میکنن، فلان اداره میخواد استخدام بشه، فلان دانشگاه بیاد استفاده بشه، میگن آره آدم دروغ، اهل دروغ و اینجوری چیزا، نه آدم راستگویه فلان. این راستگویی به این معنی نیست که اصلا امکان نداره دروغ بگه، اما بعضی افراد هستن در موردش دیدی مردم چی میگن، یعنی امکان نداره این آدم دروغ بگه. خب بعد اون ما برسیم به اون اهل بیت. فرقشون تو اینه که اونا خود صداقتن، یعنی همون کسی هم که صدیق میشه باید بپادا، اما اون اصلا یک جوری به این مقامی که اصلا از این بزرگواران نشأت گرفته. حضرت آدم، امام خمینی میگه آدم اول، یعنی اون آدم به ما هو آدم، یک نمادی است در واقع، تجلی اسماء الله در اون، یا علم الآدم و اسماء کلها، بهش داد دادن، تجلی او در. و ابلیس شد نماد جهل، اون شد نماد عقل، این شد نماد چی؟ جهل. اون انسان کامل که نماد عقل کامله. ما از عقل در اومدیم، یعنی اولین مخلوق خدا چیه؟ عقله. از عقل در اومدیم، اول خود حالا ذات اقدس الهی در نظر بگیرید، بعدش عقل، بعد عالم مثال، بعد حالا عالم چی؟ طبیعت. این ملکی که الان توش هستیم. خب ما چند لایه به قولی رد کردیم، اومدیم تو این پایین ترین حالت، یعنی عقل از اون حقیقت باطنی خودش الان ظاهر شده در قالب چی؟ یک انسان. کاری که ما باید بکنیم چیه؟ انا لله و انا الیه، دوباره از همین ظواهر و از این کثرتی که وجود داره دوباره برگردیم به اون حقیقت چی؟ واحد. از کثرت دوباره برگردیم به وحدت. یعنی کثرت دور تا دور ما رو گرفته، میلیون ها میلیون موضوع، مطلب، شیء هست که حواس ما رو پرت خودش میکنه، میلیون ها میلیون. تو آخر الزمان هم بیشتر میشه، جذابتر میشه، رنگ و لعابش بیشتر میشه، نحوه انتقالش هم بیشتر میشه، یعنی با این رسانه هایی که وجود داره. نباید اینو حواستو پرت بکنه. نهایتش اینه که اون خوباش هم باید فقط سورس بده به خدا. یعنی شما بگی آقا خب بر بین گل، بین نمیدونم زیبایی این منظره، بین مهربانی مادر، بین همه اینا یه چیز شما میبینی، خدا. حضرت سلیمان اینجوری بود دیگه. مثلا برخی از مفسرین من اعتقاد دارم خیلی بد برخورد کردن با این پیامبر الهی. حضرت سلیمان هر چی میدید یاد خدا میافتاد. مورچه حرف میزنه یاد خدا میافتاد. دیدید؟ اوابه، یعنی بسیار رجوع کننده به خدا. هر چی میبینه یاد خدا میفته. در مورد ظاهرا میرزا جوادآلی ملکی تبریزی دیگه، میگن ایشون توی روز قدیر مهمانی میگرفت، صبح تا ظهر مردم میومدن و بالاخره عیدی و اینجور مسائل، و بعد ناهارم میداد. یه پسر فاضل طلبه خیلی خوشگل و خوشتیپی هم داشت. این رفت میوار بشوره پای اون سرداب و حوض چی بود، همونجا افتاد مرد. زنش خودش رو رسون بهش گفت پسرمون مرد. گفت ساکت. اصلا زن بعیده بتونه تحمل بکنه همچین تصرف کرد در او چطور بود. زن ساکت شد. گفت هیچی نگو. مهمونی برگزار شد، تموم شد. بعد که این خودیا مونده بودن دیگه، گفتن آقا این جنازه رو چیکار کنیم و فلان. گفت من ممنونم از خدا که بعد این از آقا من ممنونم بعد این همه سال که من عید قدیر مهمونی میگرفتم، امسال من عیدی داد. آقا از یک مسئله، یه چیزی که مرگ یکی از عزیزان گرفته و طبعا باید ناراحتی باشه، او جز خدا نمیبینه، جز لطف خدا نمیبینه، چون به خدا خوشگمانه. چون مگه میشه خدا در حق ما بدی بخواد؟ میرید چرا؟ چون عالمی است که میدونه که حضرت خضر اومد زد بچه یه مرد و زن مؤمنی رو چیکار کرد؟ کشت. استدلالش هم چی بود؟ گفت اگه این بزرگ میشد اینا کافر میکرد.
میگه خدایا هم برای اون بچه خوب بود، شاید همچین چیزیه نمیدونم چیه، هم برای من و مادرش خوب بود، ممنونتم همچین نعمتی به ما دادی. ببین واقعا این ستودنیه همچین آدم به همچین فهمی برسه، به همچین درکی برسه. آیا ما با خدا خوشگمان هستیم؟ مثلا پامون بشکنه بگیم خدایا حتما می‌خواستم ادامه بدم، احتمالاً می‌خواستم بزنم زیر تریلی پدرم درات، ممنونتم از این که یه کار کردین اتفاق، حتما اگه میرفتم به یه گناهی میافتادم. ها این جبرگرایی نیستا که فکر میکنی که الان دیگه کلا با اون چی که داره آدم چی باشه، مثلا دیگه تکون نده خودشو، همینجوری قناعت کنه هیچ تغییری نکنه. این نه، این نیست. یه همچین کسی اصلا مؤمن امکان داره افسردگی بگیره؟ غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی یا باده بده شادی آن که این غم از اوست. تو دل سخت‌ترین چیزا لطف خدا میبینه. پیکر مطهر ابا عبدالله بر روی زمین، حضرت زینب سلام الله علیها میفرما چی؟ ما رأیت الله جمیلا، من چیزی جز زیبایی ندیدم. ببین چیزی جز زیبایی ندیدم، مگه زشتی هم هست؟ مگه زشتی هم شما دیدید؟ این چه سوالیه؟ مگه قرار بوده جز زیبایی ببینیم اونجا؟ نویسنده لحوف در مقدمش چی میگه؟ میگه من میتونستم همین لحوف رو جوری بنویسم که تا آخرش رو با شوق بخونید که چه کرد ابا عبدالله برای رسیدن به خدا. تو این سیر الله چجوری این آدم ها رو کشون برد، چجوری سناریو نوشت، همه کاراش رو حساب کتاب بود، همه حجت ها رو تموم کرد. منتها سبک نوشتار رو ایشون گذاشته بر اینکه مقتل ذکر بشه که در تاریخ چی بشه؟ ثبت بشه. شاید وظیفه افراد دیگری است بیان کار انجام بدن، اون کارو هم کردن. ما اومدیم دوباره از همون باطن خودمون برگردیم به اون. حالا این صفاتی که ما داریم موقع به دنیا آمدنمون، یه سری صفات ابلیسی است، صفات جهلی است، صفات ظلمانیه، صفات تاریکه. ها بچه به دنیا آمد بخیله، حسوده، شیکموه. درست شو؟ میگن یکی از صفات شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علیه شیکمو بودن بودا. میدونستید؟ به وقتی تو میگی و لعن الله شمرا، لعنت بر شمر، خود شمر که موضوعیت نداره، چه صفاتی شمر رو شمر میکنه؟ تو باید در واقع اون صفات رو لعن کنی، مبادا اون صفات در من و شما باشه و خودمون شمر هم لعن کنیم. اون که شمر رو لعن کرد، بعد داریم یه شمر کوچیکتری در وجود خودمون هم لعن میکنیم. بفهمیم این که میگن شمر جانباز جنگ صفین بوده، این یه هشدار برای من و شما، برای اینکه هیچ تضمین، امثال زبیر برای من شما یه هشدارن، هیچ تضمینی وجود نداره. خب بعضیام هستن که از همون ابتدا میبینی یه سری فضایل اخلاقیشون پررنگه، آدم بخشنده‌ایه، اصلا دروغ نمیتونه بگه، اصلا عرضه دزدی نداره، میترسه. من دیدم این آدم‌ها مثلا یه سری رفتارا دارن، بعد مثلا فکر می‌کنی این اکتسابی، یعنی زحمت کشیده به دست آورده، وقتی باهاش صحبت می‌کنی میگه نه من اصلا عرضه این کارا رو ندارم. یعنی آب نیست. آره اگه یعنی میتونست، اینا اصلا انگار نمیتونه هم چی کاری بکنه. خب خدای با اینا چجوری تا میکنه؟ ما باید چی کار کنیم؟ حالا بعضی از بالاخره ممکن یک صفات، مثلا یک نفر هست آدمه مثلا حسودیه، از اون طرف هم مثلا یه ویژگی واسه خوب داره، متوجهید؟ باید چی کار کرد؟ اولا در مورد صفات خوب و صفات عقلیه باید اینا حفظشون کرد، کار خیلی سختی هم هستش، و شکر کرد به خاطر داشتنش. خدای شکر، این به درد عمت میخوره. همین فکر کنم میگه میخوام شکر لفظیه، نه، پاس داشت این رو. آقا خدا به یک نفر نعمت سخنوری داده، حضرت موسی نداشت. میبینی؟ گفت این هارون رو بذار من یه سری حرفا رو بدم او بگه، هو افصح منی، او از من فصیح تره، خوشگل تر حرف میزنه، وقتی حرف میزنه مردم رو جذب میکنه. حالا تو این نعمت سخنوری به تو چه استفاده بکنی؟ تو را منحرف کردن مردم از دین. من یه بنده خدایی میشناسم اینقدر قشنگ حرف میزنه، بالا 500 نفر تو شیشه ای کرده، اینقدر خوشگل در مورد مواد مخدر حرف میزنه، یعنی اصلا میگی برم بکشم، لودی چیزی داره دیگه، اصلا اینجوری داره میگه.
خب ببین این چی شد؟ اون یه نعمت بود خدا بهش داده بود، اینو باید درست حفظش بکنه. بعد این که تو چه مسیری درست چیکار کنه؟ استفاده بکنه. کار اینا سخته ها. و البته داشتن اینا به صورت ابتدایی هنر نیست. اینه که بگی من مردم. چیکار کنیم مردی؟ همه مردن. متوجه چی میگم؟ آره هنر اونی که تو بتونی چیزی به دست بیاری که از اول داشتی. اون چیزی که داشتی که سرمایه نیست، اونی که به دست میاری سرمایه است. اصلا با خودمون بعضی اصلا باباشون مایدارن، ارثی بهشون میرسه، بعضی مثلا با پول خودشون زحمت کش و کار خودشون زحمت کش به پول رسیدن، اون دومی بیشتر ارزش داره بین مردم. میگم دمش کم، میگه نون بازومو دارم میخورم، ها پول مفهم نرسیده. این یک واقعیته، اینا باید حفظش بکنن. سقوط این افرادم خیلی سنگینه. ببین طرف مثلا از بچگی به راستگویی معروفه، مردم به همچین فردی چیه؟ بیشتر اعتماد میکنن. این بدتر میتونه مردم بزنه زمین. نگاه کن یه پدر سوخته، من نمیدونم کی بوده، واقعا نمیدونم کی، یه پدر سوخته یه کلم 4 تا صفحه تو تورات رو جابجا کرده، 2 تا آیه هم خط زده که چی؟ اسحاق قربانی، اسماعیل قربانی نیست. البته بابت این کارش 20 جای تورات ریخته به هم، اما ظاهر تورات شده چی؟ اینکه اسحاق اون قربانی ذبیحه. بعد خب بقیه آیات تورات چی میگفتن؟ میگفتن اون پیامبر وعده داده شده از نسل ذبیحه، اون آقای وعده داده شده آخرالزمان هم از نسل ذبیحه. میدونی چند میلیون نفر رو در طول تاریخ این بیشرف گمراه کرده؟ خب آقا این چجوری ازش پرسیدن؟ این لابد بین مردم به دینداری چی بوده؟ معروف بوده، خاخامی بوده این کار کرده. یا آدم معمولی که نمیتونه فاتحه جمهوری اسلامی فقط یه آخوند میتونه بخونه. به شما بگم امکان اصلا کچلواری جماعت امکان نداره، مال این حرفا نیستن. اسلامو فقط یک نفر در لباس اسلام میتونه بزنه زمین. اینا خیلی مهمه ها. هیچ کسی نمیتونه. ببین امام در مورد ابو هریره دید چی میگه؟ امام میگه اگه روحانیونی مثل ابو هریره هر جا دیدید عمامشون رو بندازید پایین. میگه من نمیگم خیلی بزنیدشون، خیلی جدی داره امام صحبت میگه من نمیگم خیلی بزنیدشون، اما عمامه رو حتما بندازید. میگه بزنید عمامشون رو بندازید، برای اینکه اینا به اسم لباس پیغمبر دارن چیکار میکنن؟ ببین این افراد خطرشون خیلی بیشتر. زمانی که عمرو نامه به خلیفه دوم حاکم مصر بود دیگه، که آقا من چیز میخوام، یه قاری بفرست اینجا برای مردم. او هم ابن ملجم مرادی رو برش فرستاد. جالب در نامه‌ای که نوشت به او نوشت من ایثار کردم این قاری قرآن رو برای تو فرستادم. وقتی فرستادمش اونجا در اولین کار براش یه خونه بخر، یک داری رو در اختیارش بگذار، بیاد اونجا به مردم قرآن یاد بده بدون فلانی. من ایثار کردم یعنی چی؟ یعنی می‌خواستم اینو مدینه پیش خودم چیکار کنم؟ نگه دارم. یک قاری قرآن وقتی گرفتنش اینو می‌خواستن حکم قصاص اجرا کنن، گفت میشه اول شروع کنید این دستام تیکه تیکه کنید بعد بیاد. گفتن چرا؟ گفتش که میخوام در راه خدا این دستایی که باش علی رو زدم قشنگ تیکه تیکه بشه در راه خدا. یعنی کوتاه نیومده بودا. میبینید یه نفری که اینجا قاری قرآنه میتونه شمشیر دست بگیره بزنه امیرالمومنین. و عجیب اینجاست که در دعای ندبه با چه عنوانی یاد شده؟ عشق الاخرین، یعنی تو امت آخر زمان از این شقی‌تر وجود نداره. بقول که از علما میگفتش که هر چقدر ما بد باشیم دیگه اون جایگاه و عشق الاخرین یه نفر برای خودش گرفته، یه رتبه از اون بالاتریم هر چی باشیم بالا. ببینید چقدر اوضاع طرف خرابه، اون میتونه همچین کاری بکنه. اینا ضرباتی که میزنن امثال بگید بلعم با اورا مستجاب الدعوه بود، یعنی هر چی میخواست سرضرب انجام میشد. نفرین که از سربازه حضرت موسی رو یک جا شیطون زیر خمش رو گرفت. اونم استاد دیگه 6000 سال عبادت کرد و یه روانشناس حرفه‌ای. تو رو تا نگاه میکنه براندازت میکنه که این 1200 سال پیش یه سوژه این داشتم باباشو در آوردم، چقدر شبیه اون خلقیاتش این. مثلا پرونده تو داره،
نمونه داره، یه روش داره برای تو، میبیندت میگه اینو باید اینجوری باش برخورد کرد. برای همین ما اصلا نمیتونیم خودمون با شیطون در بیافتیم که اینو به قول میگه هر که داراتر بدهکارتر، این کارش سخت‌تره، این فراموش نکنید. حالا اون کسایی که حالا این نکته رو بگم، کار اینا هم سخت‌تره، فلزا یک جایی میرسه که شما میبینید میگن که حسنات الابرار سیئات المقربین. میگه اون چیزی که برای ابرار حسنه است برای مقربین چیه؟ سیئه است. خیلی عجیب، گناهه. شما فکر کردید مثلا یه بچه نمیدونم مثلا اول ابتدایی مثلا ندونه سینوس 27 درجه چجوری حساب میکنه؟ کسی باش کار نداره. اما اون کسی که درسشو خونده، ماشین حساب مهندسی گذاشتن جلوش، ازش میخوان. حضرت یوسف علیه السلام دیر از آن مرکب پیاده شد، همین پیغمبری از نسلش گرفت. حضرت یوسف توی زندان به اون بابایی که خوابشون رو تعبیر کرد گفت میری برای اون سفارش شما رو. تموم شد. 8 سال 13 سال تو زندان خدا چپوندش. حالا ما به این نفر میگیم آقا داری میری مثلا سفارش ما رو بکن، گناه برامون؟ نه. چه داره؟ آقا حالا ما که تعبیر خواب برات کردیم، حالا یه سفارش هم بکن با این بنده، ما رو به ناحق انداختن اینجا، اصلا ما مقصرم نبودیم. خدا با او یه جور دیگه تا میکنه. پس سخته. حالا یه سری صفات رو ما بدی داریم، اینا رو باید چیکار کنیم؟ اینا رو باید بجنگیم، بنوزیم دور، صفات خوب رو کسب بکنیم. این از این حیث میشه سرمایه باشه، ارزشمنده، چون خودت به دست میاری. بعد خیلی هم به جورایی حتی لذت بخشی هم داره. ببین چرا؟ به خاطر اینکه تو مثلا 15 سال جنگیدی که دروغ رو در خودت ریشه کن کنی. اون اواخرش که دیگه داشته ریشه کن میشده، مثلا یه ماه بوده دروغ نگفتی، یه جا دهنت یه دروغ پریده بیرون، آتیش میگیری دیگه. شب خوابت نمیبره، هی دنبال میگردی به اون طرفو پیدا کنی، بگی آقا من اینجا، بعد به خودت میگی خب آبروم میره، چیکار کنم فلان برام، کلی با خودت کلنجا. همین اذیت ارزشمندی ها. همین اذیت تو رو به سمت کی داره نگه میداره؟ خدا. برای همین میگه روایتی دارم خیلی روایت عجیبیه، آدم میترسه اینو پشت بالا منبر بگه. ظاهرا از حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که اون گناهی که باعث بشه تو به سمت خدا بری بهتر از اون تکبریه که اون ثواب از سر تکبری که تو رو از خدا دور کن. چون میگه هدف به سمت خدا رفتن بود دیگه، نقض غرض که نمیتونه صورت بگیره که. اینو خیلی دقت بکنیم. اون زجر کشیده، توبه کرده، اینو خیلی خوبه. اینو ثبتش کرده، مثل صخره نوردی داره میره بالا، هر جا وای میسته 1 ساعت 2 ساعت یه گیره رو تو صخره قشنگ محکم میکنه ها، بعد میره مرحله بالاتر. این میدونی چه فرقی پیدا میکنه؟ این فرقش تو اینه که این روش مقابله با رذیله های اخلاقی رو یاد میگیره کلا. متوجه شد چی شد؟ بقیه رذیله های اخلاقی رو هم خوب راحت تر میتونه بزنه زمین، راحت تر میتونه. اما اون کسی که از اول داشته انگار که اصلا یومینی یک رذیله در این آشکار نشده. این چی میگم؟ بالقوه است بالفعل نشده. تا بالفعل میشه یارو میزنه زمین. یارو 70 سال محکم وایستاده، یهویی یه دختری چپ بهش نگاه میکنه فاتحش خونده میشه. مثلا بلعم با او رو تو عبادت به مقام مستجاب الدعوه رسیده، با یه چش و ابروی فاتحش خونده میشه. اما این کسی که جنگیده چون خودش اونور دیده، به قول شیطونی‌ها رو بلده، پدر سوختگی‌ها رو میشناسه، میگه این سوژه جدید این شیطونا خوش این کار است. ما تجربه هم که ما این بچه‌هایی که دور و بر ما هستن و بقولیم این بچه‌هایی که تغییر پیدا کردن، به خدا خیلی جاها بیشتر راحت‌تر میتونی بهشون کار بسپاری، بهتر برات انجام میدن. متاسفانه میبینی تو بچه‌هایی که مثلا از ابتدا
خوب بوده، محکم بوده. مثلا این یک سری رذیله‌های اخلاقی، همه نه ها، بعضا عرض کردم، وجود داره، خیلی مثلا مغرورن، فکر میکنن اصلا الان بنده خدا و نماینده خدا رو زمین همینان، همه رو بر مبنای خودشون میسنجن، همه نمازها با نماز اینا سنجیده میشه، همه عقاید با عقاید اینها باید سنجیده بشه. یک جور اصلا یک دیکتاتوری درشون میبینه به وجود میاد. اما اون بچه که اون گذشته رو داره، میبینید نه، چون بدترین این رذیله ها اون شیطون زد زمین چی بود؟ تکبر. قرآن هم دیدید خدا هم جایی که با ابا و استکبره، فرعون میگه مستکبر بود، شیطون میگه مستکبر بود. 6000 سال ما جمع بزنن هممون 6000 سال میتونیم عبادت بکنیم. یه سجدهش 2000 سال طول کشیده، یه جا سقوط میکنه. چرا؟ چون شیطان اصلا نماد جهله ها، تمام اون عبادت ها جاهلانه است. آدم جاهل نسبت به حق نمیسنجه، نسبت به داشته خودش میسنجه. دقت کنید. یعنی مثلا وقتی یه نفر میارمش میگه که او رو نسبت به حقیقت نمیسنجه، میگه که نسبت به من، مبنا منه، مبنا خودشه، نسبت به نژاد خودش بهترین نژاد. تمام این نژاد پرست آدم احمقی هستن. جاهل به من یعنی پان ترک میخواد باشه، پان فارس باشه، میخواد هر خری میخواد باشه، پان خر میخواد باشه. اینا واقعا بعضی موقع من تو این کانالای تلگرامیشو میرم چرخ میزنم، میزان حماقت و خریت اینا رو میبینم. مثلا یک نژاد بر یک نژاد دیگه برتری. خب احمق، رو چه حسابی حرفو میزنی؟ چی داره که مثلا این نژاد بر نژاد دیگه؟ ها عین حرف شیطونه. شیطون مقایسه کرد، گفت من از این بهترم. گل دید اونو، اسماء الله رو ندید، همه چی بر مبنای من. اول من قاس هو ابلیس، یعنی اولین کسی که مقایسه کرد ابلیس بود. ماها خیلی دچار مقایسه ایم. طرف اومده کنار نشسته داره نماز میخونه تو مسجد، مثلا نمازمون تموم شده، اصلا سر نماز چه تون نماز میخونه. و به تو چه؟ نگاه کن، اصلا سر بعضی رو نگاه میکنه میگه مثلا چی؟ والا به خدا تو چطور به خود اجازه میدی قضاوت بکنی؟ از کجا معلوم؟ شاید صدها فضیلت اخلاقی داره که تو خبر نداری. علم غیب داری؟ هیچ ولش. امام میگه که، امام خمینی میگه که باید این رو از حالت عقل، یعنی از حالت باطنی که به حالت ظاهر کشیده شده، دوباره از حالت ظاهر برگردیم به حالت باطن و باید نشأه تغییر در همه ما سعی بکنیم اون رو به استفاده کنیم. یعنی واقعا فکر تغییر باشه و بشناسیم تغییر به سمت چی. اون که الان بهتون میگم از کجا، اون مبنامون از کجاست عرض میکنم خدمتتون. و نکته دیگه که اولم اینو دقت کنیم، ما خودمون باید خودمون رو خوب کنیم. دایه مهربونتر از مادر وجود نداره. ما خودمون باید خودمون رو خوب کنیم. از این اصلا هیچی. اینو به شما بگم پیامبران الهی هم نهایتا کاری که میخوام برای ما بکنن تا یه حدود کمی اطلاعات به ما میدن، میگه اگه نمیدونی این، بقیهش تذکره. همه اینا رو ما خودمون میدونیم. دزدان میدونن امانت داری خوبه، به پیر به پیغمبر پولی رو بدزدن بخوان یه جا قایم کنم امانت بدن به یه نفر، به دزد دیگه نمیدن. فهمی چی شد؟ میدن یه جایی که برگردونه. ظالم ترین حکومت هم عدلیه دارن، همه خوبی رو میشناسن، نه اینکه نشناسن. که ما خودمون باید خودمون خوب، باید به فکر خودمون باشیم. هیچکی بر تو دل نمیسوزه. الان باید بگم اون دنیا ننه بابات هم نمیشناسنت، بچه‌ت هم نمیشناسن. یوم یفر المرء من اخی، داداشت نمیشناسه. هیچکی بر خود دل بسوزون، شروع کن خودتو تغییر بده. بله سخته، مثل ترک اعتیاده، عادت کردیم با یه سری از این خلقیات، عمر گذروندیم، اما باید تغییر بکنیم دیگه. قرآن میفرماد انک، به پیامبر داره میفرماد انک لا تهدی من احببته. یا رسول الله فکر نکن تو هر کیو که دوست داشته باشی میتونی هدایت کنی. این معنیش چیه؟ تا نخواد نمیشه.
اون خودش باید بخواد که هدایت بشه. مگه نرود میخواهن این در سنگ؟ ابو جهل، ابو لهب، این جونورا دیگه نمونه هاشن دیگه. با چی کارش بکنی؟ اسمش روشه ابو جهل، ولی اسمش روشه دیگه. با بارها گفتیم عبدالله بن مسعود اومد بالا سرش بعد از جنگ که زخمی شده بود، گفت ببین اگه من خواستید بکشید وقت سرمو ببرید از بیخ از اینجای گردن ببرید. گفت برای چی؟ گفت کلا رو میچینی تو چشمش سرم. ببین آدم دغدغش چیه؟ عجیبه. اینو تو فکر کن مثلا بعضی آخه مجبورم ببخشید اینجا، بعضی مثلا ما رو میگن آقا خوشحال ای کاش مثلا تو دفترتون بودیم سوالامونو میپرسیدیم، یا برمیام میگم آقا مثلا تو فکر کن عموی پیغمبر خدا باشی، از این سعادت بالاتر؟ میگی به بهانه که عموشم صله ارحام دارم میرم بهش سر میزنم. تو عموی پیغمبر خون به دل پیغمبر جا به یه جای رسید جز مواردی که خدا فوشش داد، تبت یدا ابی لهب و تب، اسم برد. خود آدم باید بخواد ولو بچه امام هادی باشه، جعفر کذاب، امام حسن عسکری آقا صاحب زمان قایم میکرد دست این، میومد تو خونه امام حسن عسکری به بهانه صله ارحام آمار اینکه امام زمان به دنیا آمده یا نه رو بگه، مخفی میکردن آقا صاحب زمان از این آدم. من یک جایی حضور ذهن ندارم کجا بودم و تو یک منبعی داشتم میخوندم، حتی در مورد مشروب خوردن اینا مطلب خوندم. نطفه امام معصومه، لقمه امام معصوم خورده، تو خونه امام معصوم بزرگ شده. ای رسول خدا انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی کسی که نمیخواد، ولکن الله یهدی من یشا. یشا هم گفتیم فعل چیه؟ دو طرفه است، یعنی او بخواد که من هدایت کنم تو واسطه فیضی، وگرنه ما خودمون باید به داد خودمون برسیم، خودمون باید دائم به خودمون تذکر بدیم. بارها گفتم، دیشب گفتم آیت الله بهجت میفهمون که اگه به خودتون زیاد تذکر بدید ملکه ذهنتون میشه. ای بابا این چه دروغی بود من گفتم، ای بابا این چه بی احترامی بود من کردم، ای بابا باز دوباره سر پدر مادرم صدام بلند کردم. بگو با خودت، این تأثیر داره، فاصله میندازه بین تکرار این عمل اشتباه، رقیق ترش میکنه، کم رنگ ترش میکنه. این تکرار بکنید. آقا چرا من بی خود عصبی شدم؟ بشکن خودتو. طرف اومده من تماس گرفته، من دیروز کم بوده بابامو بزنم، گفتم چرا آخه؟ و رو مخم رفت. بعد گفتم پناه بر خدا، گفتم رو مخم نمیره هیچی، خوبی ما. گفتم هنر کردی رو مخت نره باش، خوبی آدم رو مخش نره با غریبه تو خیابونم میری مردم میزنه، همینجوری کنار دارن رد میشن باهات کاری ندارن، آقا بیا من میخوام بزنمت. همچین چیزیه مگه؟ هنر اونجاست که رو مخت بره. از کجا اولا معلوم نیست که تو بر حق بودی یا او؟ فرضاً که چی؟ تو بر حق بودی فرضاً، بازم حق نداری همچین کاری بکنی. گفتم برو دستشو ببوس. گفت خجالت میکشی. نه کی خجالت میکشی؟ گفت نمیدونم یه حسی دارم. اون کار شیطونه. همونجا اگه شیکوندی نفس یکی از این زنجیراش کنده میشه. چون کنده میشه تو امکان تحرک بیشتری پیدا میکنی، دست رسید به اون فضیلت اخلاقی بعدی راحت تره. علمای علم اخلاق میگن هیچی مثل مخالفت با نفس سازگار نیست، هیچی. حال اینو بگیرید، نذارید نمیشه بفهمونید. در خانه اگر کسی هست یک حرف بس هست. آیه قرآن نحن اعلم بما یقولون، آره ما بیشتر بهتر میدونیم اونا چی میگن، عالم تریم. و ما انت علیهم بجبار، تو نمیتونی بری مجبورشون کنی که. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، با این قرآن بهشون تذکر بده از اون کسی که از روز قیامت میترسه. و کار پیامبر چی بود؟ تذکر، یعنی میدونه، یادآوری کن. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا بمجنون، فذکر ان نفعت الذکر فذکر انما انت مذکر. چقدر آیه داریم؟ تذکر بده. ما نیاز به تذکر داریم. گفتم مثلا تو خونه نشستی غذا میسوزه، آروم آروم چون میسوزه متوجه، یه نفر از بیرون میاد تذکر میده.
میگه بوی سوختنی میاد. بعد جالب دیدی واکنشمون آروم بلند نمیشیم، یهویی میدویم. ما نیاز به تذکر جدی داریم. حالا چطور باید ما به باطن برگردیم؟ میخوایم بریم از یه عالم ظاهر. ببین پس عقل در عالم باطن از حقایق باطنیه اومد در اثر این خلقت. حالا تو حدیث امام صادق میفرماد خدا به عقل گفت برو. این برو یعنی همین بیا تو دنیا. و بعد فرمود چی؟ برگرد. این برگرد همین کاری که ما باید بکنیم. دوباره از همین کثرت، این همه تعداد، این همه داده های اطلاعاتی که دوره برمونه برسیم به دیتابیس اصلی. متوجه شدید؟ به اون اصلی باید ببین. چطور ممکنه؟ این خیلی مهمه. قرآن کلیدشو داده. معصومین هم فرمونن. میفرمونن یه کسی میخواد به اول یه چیزی برگرده یعنی تعویل بکنه، این باید از راسخونه در علم باشه. راسخونه در علم کسایی هستن که رسوخ میکنن دیگه، اسمش روشه. چاه عمیق میزنن به یه مطلب اصلش میرسن، به ریشش میرسن، تعویل به اولش میرسن. اینا اولا علم باید دارن، دوما اینا رو جای دیگه باز میکنه که چه کسایی هستن. قرآن میفرماد، خوب دقت بکنید، میفرماد انه لقرآن کریم. به راستی که اون قرآن چیه؟ کریمه. فی کتاب مکنون. در یک کتاب چی؟ مکنون یعنی چی؟ پوشیده، باطنی، دور از دسترس. میگه میخوای، اینجا هم دیدید خداوند به پیامبر فرمود تو تذکر بده. با چی تذکر بده؟ با قرآن. میگه منتها این قرآن در دسترس هر کسی نیستش. لا یمسه الا المطهرون. جز پاک شده ها نمیتونن به این دسترسی پیدا کنن. تنزیل من رب العالمین. افا به هذا الحدیث انتم مدهنون. خیلی جالبه. این داستان من شماست. اول حرفم میگه آیا به هذا الحدیث، به همین ماجرا که براتون گفتم الان، انتم مدهنون. مدهنون دهن یعنی دهن یعنی روغن. میگه داری روغن مالی میکنید، نه؟ فارسیش ماسمالی میکنید. خیلی خوشگل خودم. میگه چرا ماسمالی میکنید؟ چرا دقت، چرا همین الان چرا به همین جمله که گفتم توجه نمیکنید؟ ببین یه جمله خدا فرموده، بعد میگه آخه خدا متوجهه دیگه. معلم دیگه سر کلاس یه سوالی می‌نویسه، میگه تو امتحان میادا، میبینه تو در و دیوار میگه پنجره رو نگاه میکنه، میگه دارم میگم تو امتحان میادا، بعدم باز نهی بگی من چرا این سخت بود فلان بود به همان بود. خدا همینجوری میگه بابا من همین هاذا الحدیث، همین این آن نه این. میگه چرا داریم روغن مالی میکنی؟ چرا ماسمالی میکنی؟ فکر کن چی بهت گفتم. تا پاک نشی امکان نداره دسترسی پیدا کنی. پس دو تا بود شد. یک دانستن، دو چی؟ پاک شدن. ممکنه شما سالها درس دین بخونی اما رو تزکیه نفست کار نکن، امکان نداره عاقل بشی، نمیده بهت. فلذا مثلا اسم اعظم چیه؟ فکر می‌کنی 4 تا کلمه هر کسی بگه استفاده کنه تمومه. این کلید نیستش که هر کسی دستش بشه بندازه درو واکنه که. نه عزیز من، میگه که یه سره، یه مقامه، اونو به جز به پاکا نمیدن. خب مصداق کامل و تامه این میشن کی؟ و یطهرکم تطهیرا. اصلا در تفسیر راسخون فعلا امیرالمومنین مثال زدن پیامبر، مثال که نه معنیش یعنی علی. بعد و پاک‌های و پاکانی که این ویژه. حالا شما هم میخوای تو همون مسیر بری، بعد چیکار کنی؟ یک، معرفت دینی تو زیاد بکنی، درست شد؟ معارف دینی تو زیاد بکنی. دو، تزکیه نفس انجام بدی. این نفس رو باید رامش بکنی، نباید بذاری وحشی بازی در بیاره، نباید بذاری لنگ و لغت بندازه. اگر این کار کنی فایده نداره. اصلا آیت الله العظما شو، مرجع تقلید شو، بشو همون خاخامه. آخرش برمی‌داری یک کتابی رو برمی‌داری، چیکار می‌کنی؟ جابجا می‌کنی. میلیون‌ها نفر در طول تاریخ گمراه میشن. تا همین الانش بسیاری از جنگ‌ها، من میگم بزرگترین دروغ و مهمترین دروغ تاریخ همین دروغ بوده. یه دونم به حساب اون بابا می‌نویسن، هر اتفاقی داره میفته یه کپی پیست برای اونم میذارن. اون خیلی برای اینکه تزکیه نفس نکرده. یه لحظه گفته ما از بنی اسرائیلیم، بیایم بپذیریم اسماعیل بوده. ببین چی شد؟
بازم این تکبر، بازم منه. میبینید خیلی ها رو میزنه زمین. فلذا وقتی تا منو نشکنی نمیتونی برسی بهش. قرآن فکر کنم سوره نازعاته، آیه خیلی خوبی داره، میگه فإن الجنة هی المأوا، میگه جنت بهش مأوا یعنی خونه، خونت میشه، آسایشگاه و آرامشگاهت میشه. کیا؟ و اما من خاف مقام ربه، اون کسایی که خوف دارن، میترسن، و نه نفس عن الهوا، نفسشون از چیه نهی میکنن؟ بارها گفتیم تو سخنرانی ها، از هوا. هوا گناه نیستا، هر هوایی گناه نیست. یعنی این بعضی موقع مثلا هوس میکنم بستنی بخورم، گناهه؟ نه. هیچ کجا به یه جا بستنی خورم گناه باشه؟ اما یه جا هوسونگیم شده دیگه اصلا برم همش بستنی بخورم. خب اینو میگه که اون کسی بهش جاشه، اصلا محلشه. خب اون کسی که نفسش رو نهی میکنه از هوا، نه از گناه، معلومه باید از گناه نهی بکنه، اون که عادیه. اما پاتوق، معوا بگیم پاتوق، مال خودش اصلا. ما چقدر به این قدرت رو داریم که این نفسمون ببین نفسمون باید با ما هماهنگ کنه چیزی رو خاص، نه اینکه ما کل کارامون رو باید تعطیل کنیم ببینیم نفسمون چی میخواد. اینجاست ما باید خودمون شروع کنیم. و ببینید پس اون یک دانستنه، دو تزکیه نفس. فکر نمی کنم در قرآن جایی باشه که خدا 17-18 تا قسم خورده باشه پشت سر هم. ببین زمین و آسمون یکی میکنه. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها، همینطور 17-18 تا قسم. قد افلح من زکاها، کسی برد رستگار شد که چیکار کرد؟ ظرفشو شست. این همه قسم رسید برای همین تزکیه، پاک شدن. ما باید به سمت پاکی بشیم. تو فکر می‌کنی بعضی خیلی جالبه، میگن آقا یه ذکری نیست مثلا بگیم یهویی مثلا انگار فکر می‌کنه هری پاتره، نمیدونم این چیزا ما نداریم تو اسلام ها، این داستانا، این قصه ها، این خبرها نیست. مقامه، باید پاک بشه، نفسه بفهمه، بعد آروم آروم بعد جالبه میبینه همون اطلاعات علمی که بهت میرسه، خوب دقت کنید، اطلاعات علمی که بهت میرسه میبینی در حالت پاکی و ناپاکی 180 درجه برداشتات متفاوته. مثال قرآنی براتون بزنم، میگه من ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا، میگه همین قرآن مؤمن ازش یه برداشت میکنه شفاء اوست، اما برای ظالم خسران میاره. آیه قرآن خوندن از اینجا یه برداشت دیگه ما میتونیم کنیم که این چیزایی که ما الان 2 تا 4 تاها و این زوایا رو میشه حساب میکنیم علم مهندسی چه، اینا علم نیست. چرا؟ چون هیچ ربطی به پاکی و ناپاکیت نداره. متوجه چی شد؟ از قضا یه سری ناپاکا الان جلوترن. من نمیگم نباید به دست آورد، اشتباه نکنید، یه سری ابزار زیستن تو لازمه برای تو آخر زمان. بالاخره مهندس میخواد ساختمون بسازه، فرمولا باید حساب. اما اون علمی که تو رو به باطن هستی دوباره برات گردونه، به اون عقل کل دوباره تو رو ارجاعت بده، اون علم رهایی بخشه، وگرنه چه فایده داره؟ هیچ فایده نداره. یک بخش شده این علم. پس ما باید بریم به سمت فهمیدن. این فهم یعنی چی؟ فهم معارف دینمون. بسیاری از مسائل اسلامی باید و نبایده، مثلا نماز بخون، باید، نباید مشروب نخور، باید احترام به والدین، نباید بی احترام به والدین، همین زیاده دیگه. خب این باید ها نباید ها یه جوری قوانینه دیگه. آقا باید چراغ سبز این، نباید چراغ قرمز اون. اما معارف دین خیلی اهمیت داره. همینا مهمه، یا برداشت غلط نکنی. اصلا اینا رو تو این باید ها و نباید ها رو با معارف دین میتونید تحلیل بکنی. طرف میونه معارف دینشو نمیشناسه، این خیلی خطرناکه. باید بریم یاد بگیریم. خب معارف دین ما کجاست؟ مبناش چیه؟ خود امام تو توی همین شرح جنود میگه
اما امام هم نگه، همتون میدونید همون چیزی که پیامبر ماترک خودش بود و به جا گذاشت چی بود؟ ساقاله. قرآن اطرت. اینجاست که امام صادق علیه السلام یاد 75 تا از سربازای جهل و 75 تا از سربازای چی؟ عقل رو معرفی میکنه، میگه اگه اینا رو داری محکمش کن، خوبا رو، این بدا رو از بین ببر، ببین داری یا نداری. میگه دیگه دست خودتونه دیگه. ما بگیم که آقا مثلا من نمیدونم دروغ میگم یا نمیگم، خالی نبندیم دیگه، به خودمون دروغ نگیم. ببین اگه میخوایم هدایت نشیم خب ول کن، چه کاری، برو حالتو ببر. خب اما اگه واقعا برنامه ریزی کردیم میخوام یه چیزی، خب خودمون از همه بهتر میدونیم، ما قشنگ میدونیم چه غلطایی کردیم، تعارف هم نداریم، معصوم هم نیستیم. اونها رو باید سعی کرد. چند سال پیش همینجا یک سخنرانی کردم 6 جلسه به عنوان چگونه گناه نکنیم. چگونه گناه نکنیم در واقع معنیش این بود چگونه اراده خود را تقویت بکنیم. ماها دوست نداریم گناه نکنیم، بلد نیستیم چی؟ اراده ترک گناه نداریم. اگر یادتون باشه نزدیک چه میدونم 20 چند تا روش بود، خاطرم نیست، چندین روش گفتیم که همش این بود که ارادهمون تقویت بشه. اصلا من یه جایی میگفتم که آقا یه سری عادت هایی که دارید توی زندگیتون بذارید کنار. مثلا شما عادت داری بین غذا آب بخوری، با این که اصلا خوب هست یا بد هست به لحاظ طب اسلامی که بد است، با اون کار ندارم، بگو من 10 روز با غذا آب نمیخورم. عادت داری حتما غذا چی باشه؟ شور باشه. بعضی دیدید اصلا تو غذا میذاره جا اول نمک میزنه. دقت کردین؟ اصلا نمیدونه ها، اصلا چک نکرده. خب بابا لامصب چکی کن. موقعی که از این شرکت‌های بزرگ غربی می‌خواسته مدیر فروشش رو انتخاب بکنه، تو کل مصاحبه یکی دیگه انتخاب کرده. یه روز باش میگه خب بریم حالا آخرین صحبت‌ها رو کنیم، ولی قرارداد با هم ببندیم، بریم رستوران. میرن تو رستوران تا غذا رو میارن، این نمک که میریزه میگه نه. میگه چرا؟ میگه تو نشون میده، این رفتار تو نشون دادی بود آدمی هستی که قبل از بررسی قضاوت می‌کنی. تو به درد شرکت ما نمیخوری، خداحافظ شو. یه سری پر از این عادت ها هستیم، بذاریم کنار. آقا عادت داریم زیر سرمون متکای بلند باشه، اینا گناهه؟ نه. اما یاد میگیریم که چطور به اون نفسمون بگیم ساکت شو، اینجا من حرف میزنم. حال کردم 3 روز گردنم درد بگیره، به تو ربطی نداره. 3 روز سختشه دیگه. یه بنده خدایی بود گفت من هر کار میکنم نمیتونم دمر نخوابم. دیدم روایت داریم که خیلی بد و اینجور چیزا، دارم اذیت میشم. گفتم خب شروع کن، سخت میشه. گفتم یه هفته در روز رو مبل بخواب، چون رو مبل نمیتونی دمر بخواب، اینجا قوس میشی برعکس. خب آره، یا باید به شونه بخوابی یا تاق‌باز بخوای پاتو جمع کنی. بعد میگفت اون 2-3 روز اول پدرم در اومد، میگفت صبح اصلا خواب بودم چون نمیتونستم بخوابم. خانمای باردار نمیتونن هر جوری بخوابن، بعد روی شونه خیلی خاص، وقتی میخوان شونه بچرخن باید بشینن، بعد دوباره مثلا خیلی سخته. میبینیم مثلا اون روزهای اول واقعا بهشون سخت میگذره، چون این نوع خوابیدن عادت نداره. من خودم اون زمانی که دانشجو بودیم بغل سر و صدا میکردم، عادت کردم دستم بزنم رو گوشم بخوابم تا صدای این دوستان ما که همه جور صداهایی که شما فکرشو بکنی اینا از 3 نصف شب انگار مثلا روز کله صبح اینا در می آوردن، من دست عادت کردم دست بزنم رو گوشم بخوام. خدا شاهده شاید بگم تا 10 سال گذشته بود من جا اصلا سکوت مطلق بود، اگه دستم رو گوشم نمیذاشتم خواب نمیبرد. یک قبیله رو در آفریقا هست، بزنید تو اینترنت میاد، اینا یه دستشون اینجا تکیه‌گاه میذارن حالت، بعد بقیه پاشم اینجا دراز میکنن، اینطوری میخوابن، سرشون رو زمین نمیذارن. این برای دانشمندا سوال شده بود که اینا چه اینجورین. بررسی کردن آقا اون منطقه که اینا بودن نمیدونم چطور بوده، مورچه داشته، اینا چون مورچه تو گوششون میرفته اجداد اینا به این نتیجه رسیدن و بچه‌هاشون هم همینجوری بار می آوردن. یا دیگه مورچه کلا مشکلش برطرف شده بود، نبود اینا همینجوری میخواد. ما عادت کردیم به یه سری چیزا. اول بس برای خیلی ما گناهامون اصلا عادت کردیم به گناه، عادت کرده طرف به هیزی، عادت کرده به دروغ گفتن، اصلا کسی کاریش نداره. میگه میمیره آقای خالی رو برای چی بستی؟ یه جایی ما
7 10 سال پیش بود. یه بنده خدا کنار ما نشست و یه عکسی به من نشون داد. یکم مسئولین داشت قرآن میخوند. یه عکسی بود. بعد گفتم خب چیکار کنم؟ گفتش که این عکسو خودم با گوشیم گرفتم. حالا یکی از مسئولین که مثلا امکان نداره با گوشی تو با فاصله اون مثلا باشی. خب عکس رهبری. گفتم اینترنت مثلا یه عکسی گرفته آورده تو گوشیش داره من نشون میده. قشنگ یادمه گوشیش هم از این K800 بود. بعد من گفتم خب که چی مثلا داره مثلا چه اتفاقی افتاده چیه؟ گفتش که اینو خودم گرفتم. تو دمت گرم کی تو مثلا فلان. آره. بعد این گذشت. چند وقت بعد باز دوباره ما رو تو یه جای دید گفتش که آقا خبر داری دیروز رئیس جمهور اومده بود دانشگاه فلان، بعد ما رو دعوت کرده بودن اونجا. بعد من خیلی عجیب بود توی شهر کوچیک، من اون موقع شاهرود بودم اونجا درس می‌خوندم، بعد یه شهر کوچیک رئیس جمهور اومده تو شهر رفته هیچ کی خبر نداره. من فردا یکی از مسئولین شهر رو دیدم، جلسه داشتیم بابت راهیان نور، بعدش گفتم آقا رئیس جمهور اومده تو شهر رفته، بعد شما چطور؟ گفت چی؟ گفتم آقا بی خیال این ناراحت. گفت مطمئنی؟ گفتم با یکی این بندگان خدا. گفت خودش گفتم گفت من تو جلسه بودم رفتیم اونجا تو دانشگاه هم جمعون کردن. این ناراحت شد فکر اینو پیچوندنش. تلفن رو برداشت زنگ زد اینور اونور به اینو به اونو به اونو. کاشف فهمید این لامصب مرض داره خالی میبنده. آقا بگی من کشتنت مگه گیری؟ عادت کرده به دروغ گفتن. میدونی عادت کرده با یه سری حرفای گنده همیشه چی باشه؟ تو چش باشه. ضعف شخصیتی داره. آره ما هم یه حساب درست حسابی ادبش کردیم. آره من با هم بنده خدا با هم مسئول گفتم آقا حالا که اینجوری شده اینو یه خورده بعد این ادبم بشه. بعد گفت آقا ما پایه‌ایم. گفتم بسم الله. یه خودش بنده خدا خورده اینو اذیتش کرد. خب ببینید عادت که بعضی موقع عادت میکنیم که مثلا گندگی کنیم. با جلد دهن تو بگی. عادت کردیم هر بعضی موقع نگاه کن به خودم رجوع میکنیم میگیم چقدر ساکت شو اینجا یه چیزی بگیم. دقت کردید؟ یه چیزی بگیم دیگه چقدر بد شد ساکت. بعد یه چیزی بگیم جالب باشه. میگرده طرف تو ذهنش اینور اونور. آقا یهو یادش میفته. آقا من داشتم میومدم نمیدونم مثلا تو راه یه نفر اینجا تصادف کرده بود یک چیز. به خاطر این همه اینا که ما ضعف شخصیتی داریم. برای همین که این منه میخواد دیده بشه. همین منه است لامصب است همین منه است. ما باید شروع بکنیم. پس چی شد؟ برای رفتن از ظاهر به سمت باطن 2 تا کار باید صورت بگیره. یک علم آموزی. خب علم آموزی هم گفتیم علم یعنی چی؟ معارف دین تو بشناسی. آقا من چند بار تو این روایت رو گفتم که من خودم وقتی این روایت رو خوندم دیدم خود در خود منم هست. تعارف که نداریم که. گفتم خدای منو ببخش نمیدونستم کمکم کن تغییر بدم. بعد که بهش فکر کردم دیدم چقدر درسته. آقا اگه شما در طول عمرتون براتون پیش اومده که یک جایی صبر کنید به هر دلیلی یکی دیگه بهتون سلام کنه نشونه نفاقه. آره دیگه بعضی موقع میگم کوچیک‌تره بذار این بذار پررو میشه. بعد یه لحظه دیدم نشونه نفاقه. خب تموم شد که معصوم فرموده تموم. بعد یه لحظه با خودم گفتم راستی تو سیره پیامبر این است که هیچ احدی نتونست از پیامبر در سلام کردن پیشی بگیره. و یعنی چی؟ بچه 3-4 ساله پیامبر سلام میکرد بهش. یعنی من از پیامبر بالاترم. دیدم چقدر این خطرناک. از فردا شروع کردم با خودم لج کردن. مثلا مسابقه این که چی؟ سلام. بعد به کسایی هم سلام بدن که بدی که رو مخن. آره دیگه کسی که الان من این سلام بدم پررو میشه. عیب نه به همون سلام بده. این تو اینجا داره میجنگی. دیگه این میفهمه با تو نباید ور بره. با تو ور رفتن و به تو دستور دادن هزینه براش داره. متوجه شدید؟ ایناست که این معارف اهل بیته. آدم میگه اما طرف این حدیث رو نخونده باشه نمیدونه. کماکان در همین جهل مرکب باقی میمونه. اون دنیا میبینه دارن محاسبه انجام میدن گذاشتنش قاطی منافقا. آقا بیخیال منافق چیه؟ اشتباه شده به فرشته ها میگه. یعنی نداداش اینجا اشتباه در کار نیستش. کور بودی این حدیث رو ندیدی؟ نه والله ندیدم. غلط کردی ندیدی. باید میرفتی میدیدی. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا کسی که میدونن و کسی که نمیدونن برابرن؟
تو اولین چیزی که وظیفت بود باید رفتی نشستی اسم شماره کفش همه فوتبالیستا رو حفظی. ها علم نافع و غیر نافع داریم دیگه. به چه دردت میخورد؟ یه موقع از فردوسی پوری ازش نون در میاری بسم الله. یه موقع هستش که چی مثلا رفتی وقتتو گذاشتی. ما خیلی چیزای غیر نافع داریم یاد میگیریم کلی، اصلا به دردمون هم نمیخوره. یک عبارتی حضرت امیر داره، نکته آخرم عرض کنم، خیلی زیباست. حضرت امیر در تعریف راسخونه در علم، حضرت این خیلی بحث داره و واقعا هم شاید اصلا صلاح نباشه آدم عمومی اینطور بگه اینا رو، یعنی بحثو باز بکنه، چون در مورد مقامات اهل بیت یه بحثی پیش میاد. اون موقع راسخونه در علم اینه که یک سری علوم رو میرن یاد میگیرن، یه سری علوم رو عمدی یاد نمیگیرن. یعنی انگار یه صندوقچه کنارشونه عمدی اصلا درشو باز دم دستشونو میتونن نمیکنن. یکی گفت امام زمان خودش میدونه که ظهور میکنه یا نه. گفتی چی شد؟ ها برخی میگن این علم فقط نزد که خداست، پس میگن یعنی امام زمان نمیدونه. ما خدمت یکی از علما رسیدیم، ازشون پرسیدیم اینو، یه عبارت خیلی قشنگ استفاده کردن. ایشون فرمود که بخواد میدونه. خیلی ها، یعنی 1100 خورده سال این بر دستت باشه، همینجا بازش کنی میدونی که، اما نکن. ما میتونیم جلو خودمون رو بگیریم در مقابل شهوت یاد گرفتن یه سری چیزا که میدونیم به نفعمون نیست. خب سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تجلیل الفرج امام زمان صلوات نبی.